اولین نامزدها مارکو روبیو نخستین وزیر کابینه پرزیدنت ترامپ بود که در همون روز اول تحلیف رئیس جمهوری به عنوان 72مین وزیر امور خارجه آمریکا از طرف سنا تایید شد و بیدرنگ هم کارش رو شروع کرد. گزینه دیگه جان رادکلیف مدیر سابق سازمان اطلاعات ملی در دولت پیشین دونالد ترامپ بود، در دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA رو رهبری میکنه. تایید آقای رادکلیف بعد از یک جلسه محترمانه تایید در سطح کمیته اطلاعاتی سنا صورت گرفت و آقای رادکلیف در رأیگیری کل سنا با آرای 74 رأی بله در برابر 25 رأی مخالف تایید شد. تایید جان رادکلیف و مارکو روبیو نیمی از تیم امنیت ملی پرزیدنت ترامپ در هفته اول ریاست جمهوری او رو تکمیل میکنه. تایید پیت هگست، گزینه دیگر کابینه ترامپ برای مقام وزیر دفاع آمریکا، یکی از مواردی بوده که نه تنها از طرف دموکرات‌ها بلکه از طرف 3 سناتور جمهورخواه هم با چالش روبرو شد و تایید آقای هگست در نهایت با اخذ رأی حمایت جی دی ونس معاون رئیس جمهور میسر شد که آراء مساوی رو به سود جمهوری‌خواهان شکست. وزیر بعدی کابینه آقای ترامپ کریستی نوم دیروز شنبه با آرای 59 موافق در برابر 34 مخالف تایید سنا رو به عنوان وزیر امنیت داخلی آمریکا کسب کرد. خانم کریستی نوم فرماندار سابق داکوتای جنوبی که حالا وظیفه اجرای سیاست گسترده مهاجراتی پرزیدنت ترامپ از جمله گردآوری و اخراج دسته جمعی مهاجران غیرقانونی که مرتکب جرم و جنایات شدن در حوزه وظایف اوست از حامیان سیاست مرزی پرزیدنت ترامپ در گذشته بوده. از گزینه‌های مهم دیگه کابینه آقای ترامپ که همکنون تایید کمیته های سنا رو کسب کردن و این هفته قراره که در کل سنا در مورد اونها رأی‌گیری بشه، باید اسکات بسنت برای پست وزیر خزانه‌داری نام بود که به احتمال زیاد حمایت برخی از دموکرات‌ها رو هم خواهد داشت با خودش. اسکات بسنت اولین عضو دگرباش جنسی کابینه یک دولت جمهوری‌خواه خواهد بود در صورت تایید. و نامزدهای دیگری هم که این هفته با رأی‌گیری نهایی مواجه هستند، خانم الیز استفانیک برای مقام سفیر آمریکا در سازمان ملل و پم باندی برای احراز مقام وزیر دادگستری رو باید نام برد و تعداد دیگه هم همینطور. ممنونم خانم شهلا رسته، منتظر گزارش بعدی شما هستیم.